و در این درس ما با شما با سرود 6 Days War زبان انگلیسی می‌آموزیم. سرود 6 Days War بخشیده است با جنگ 6 روزه سال 1967 بین اسرائیل و بین دولت‌های عرب مثل سوریه، عراق، یوردانیا و یگیپت. این سرود خیلی سرودی آرام است و تفسیر داده می‌شود هم برای نوآموزان برای خوب کردن لیسنینگ خود و هم برای دانندگان زبان انگلیسی که در سطح اینترمدیت یا که از اون بالا هستند، زیرا در این سرود کلمات و عباره‌های خوب بسیارند. مثل اولی سرود چنین صدا می‌شود: At the starting of the week. At the starting of the week. در اولی روزهای هفته، یعنی در روزهای اولی هفته. At summit talks you hear them speak. At summit talks you'll hear them speak. در summit talk تو میشنوی که آنها میگویند. از این مصرع ما کلمه سامیت رو میگیریم. کلمه سامیت موافق تعریفاتش این بخوری سران دولت ها است، یعنی راهبران، پرزیدنت ها، وزیران بخوری سران دولت ها است با ژورنالیستان، با گروه ژورنالیستان زیاد و با گویم نگهبانان جدی، یعنی امنیت، میلیسا ها و دیگر و با جدول پیشکی تصدیق شده. یعنی این یک جمع آمدی است که سران دولت ها یگان مشکلی را حل میکنند و از اون مشکلی ژورنالیستان، روزنامه‌نگاران خبر را پهن میکنند، نتیجه آن را و امنیت گویم همه امنیت آنها را نگهبانی میکنند. و در این صورت میگوید که at summit talks you hear them speak. At summit talks you'll hear them speak. یعنی در سامیت تو میشنوید که آنها میگویند It's only Monday. It's only Monday. It's only Monday. این تنها روزی دوشنبه است. Negotiations breaking down. Negotiations breaking down. Negotiations breaking down. گفتگوها قطع میشوند. و کلمه دیگر از این مصرع این negotiations. Negotiations ترجمه میشود همچون گفتگو، همچون صحبت و همچون مصلحت برای یگان مشکلی رو حل کردن، برای یگان چیز خریدن یا که یگان چیز رو به یگان کس دادن. یعنی این یک مصلحت است، negotiations. و مصرع میگوید که negotiations breaking down. Negotiations breaking down. break down شکستن است، خوب نشدن است، گویم سوز نگرفتن است. و میگوید که گفتگوها قطع میشن، گفتگوها خوب نمیشوند. See those leaders start to frown. See those leaders start to frown. See those leaders نگاه کنید آن پیشوایان رو، راهبران رو. Start to frown. Frown این خواق انداختن یا اینکه روی ترش کردن ترجمه می شود. وقتی که اون کسی اگه کار ناراضی می شود they are starting to frown. Frown این خواق انداختن یا اینکه روی ترش کردن است. و میگوید که صحبت ها یعنی مصلحت ها نپختند و آن همون تو میبینی که راهبران علاقه روی ترش میکنند. It's sword and gun day. It's sword and gun day. It's sword and gun day. این روز شمشیر و یراق است. Sword این شمشیر است و gun این پیستالت است یا که یراق است. gun. و یک گونه نقراتی که در این سرود است. Tomorrow never comes until it's too late. Tomorrow never comes until it's too late. پگاه نمیاد یا که فردا نمیاد وقتی که بسیار دیر نشود، خیلی دیر نشود. Until تا زمانی که it's too late به نهایت دیر نشود. کوپلت دوم، قسمت دوم سرود. You could be sitting taking lunch. You could be sitting taking lunch. You could be sitting taking lunch. تو میگوید که ممکن تو در خوری نشسته باشی. Taking lunch این خوراک خوردن است در حالتی که ما در خوراک خوردن هستیم. یعنی میگه ممکن تو در خوراک خوری باشی. The news will hit you like a punch. News will hit you like a punch. اخبارات تو رو مثل آن همون یک ضربه میزنند. از این کلمه، از این مصرع کلمه پنچ برای ما لازم است. پنچ این ضربه دست است، قوه است یا اینکه مشت است. پنچ. The news will hit you یعنی خبرها تو رو میزنند، میگه hit زدن است. Like a punch مثل یک ضربه، مثل یک مشت. It's only Tuesday. It's only Tuesday.
حالا تنها سه شنبه است. حالا تنها سه شنبه است. یعنی وقتی که شما میگه سر نان شتگی هستید و یکی خبرهای نخوش میاد، این تنها سه شنبه است. یعنی دیوم روز جنگ است. You never thought we'd go to war. You never thought we'd go to war. You never thought we'd go to war. تو هیچ وقت فکر نمیکردی که ما با جنگ میرویم یا که ما جنگ میکنیم. After all the things we saw. After all the things we saw. After all the things we saw. بعد از همه چیزی که ما دیدیم و تجربه کردیم. After all the things we saw. It's April Fool's Day. It's April Fool's Day. آیا این یکمی اپریل است میگه؟ آیا این شوخی است یا اینکه اگر به لهجه گویم او یکم پریکول است؟ یعنی It's April Fool's Day. در روز یکمی اپریل ما شوخی میکنیم، با یکدیگر دروغ میگویند، فریب میکنند و میگوید که بعد از همه چیزهایی که ما دیدیم ما هیچ وقت فکر نمیکردیم که ما به جنگ میرویم. آیا این یکمی اپریل است یا این یکم شوخی است؟ و باز هم نقرات Tomorrow never comes until it's too late. Tomorrow never comes until it's too late. یعنی پگاه نمیشه تا زمانی که خیلی دیر نشد. We'll all go running underground. We'll all go running underground. We'll all go running underground. ما همه به سوی چاه ها می دویم، روان می شویم. Underground در این صورت در نظر دارد انا همون چاه هایی که سالدات ها یا که سربازان در میدان جنگ میکنند و از درون آن در آمده با یکدیگر میپرند یا که همچون پناهگاه استفاده میبرند. یعنی در زمین آنها یک چقره میکشند مثل خط و از آنجا آن را همچون پناهگاه استفاده میبرند. یعنی we all go running underground. ما همه میدهیم به سوی آن همون پناهگاه ها، به سوی آن همون جویبار ها یا چاه ها. And be listening to the sound. And we'll be listening for the sound. And we'll be listening for the sound. و به صداها گوش میکنیم. It's only Wednesday. It's only Wednesday. It's only Wednesday. حالا تنها چهارشنبه است. In your shelter dimly meet. In your shelter dimly lit. In your shelter dimly meet. Shelter در پناهگاه تاریک خود میگوید. In your shelter dimly meet. در پناهگاه تاریک خود. Shelter در اینجا ترجمه میشود همچون پناهگاه، همچون یک جایی که شما موقتا زندگی میکنید، یا اینکه برای حیوان ها باشد میگیم الچه، یا اینکه خانه حیوانات، یعنی برای سگ، گربه یا اینکه دیگر برای آنها شلتر میگویند. و در اینجا میگوید که in your shelter dimly meet، یعنی در آن همون پناهگاه موقتی تو که تاریک است. dimly meet این یک تاریکی خیره را در نظر دارد وقتی که یکون چیز بنیهایت تاریک است. مثلا وقتی که شما در یک خانه کلان یک دانه شم میگذارید، انا همون روشنی خانه dimly lit می شود، یعنی وای خیره است، نیم تاریک است. lit این روشنی است و dimly این تاریک برنگ. In your shelter dimly lit. In your shelter dimly meet در خانه تاریکی خود میگوید. Take some wool and learn to knit. Take some wool and learn to knit. Take some wool and learn to knit. کلمه wool در اینجا و این در نظر دارد رشته را، اما رشته های پشمینی که مومه های ما برای ما میدوزند، جوراب، مسکی یا اینکه جمپر ها میدوزند، آنها با دست میدوزند با سیم. و وول خودش در زبان انگلیسی ترجمه شد همچون پشم. اگر ما یکون پالتوی پشمین داشته باشه ما میگوییم که it's woolly، یعنی این پشمین است. یا اینکه یکون از جوراب اگر نسکی پشمی باشد ما اون رو میگوییم woolly پشمی، یا اینکه باز هم پشم حیوان ها را نیز در زبان انگلیسی وول میگویند. خلاصه وول خودش پشم است. و کلمه نیت این دوختن است با آن همون سیم ها، یعنی بافتن، دوختن. و در اینجا میگوید که در همون پناهگاه خود که نیم تاریک است میگم take some wool، کمی رشته بگیر، and learn to knit و دوختن بافتن را آموز، برای که cause it's a long day. Cause it's a long day. Cause it's a long day. برای آنکه روز دراز می شود.
Tomorrow never comes until it's too late. Tomorrow never comes until it's too late. و پگاه نمیشود تا وقتی که دیری بعد نشود. You hear whistling overhead. You hear a whistling overhead. You hear a whistling overhead. تو میشنوی میگوید یک هشتک رو، یک صدای بلند رو از بالای سر خود. Whistling در اینجا این هشتک است، یعنی صدایی که شخصان با انگشتان خود و با زبان خود آن رو میبرارن، یک صدای بلند دارد. You hear whistling overhead. You hear a whistling overhead. یعنی تو از بالای خود یک هشتکی میشنوی که Are you alive or are you dead? Are you alive or are you dead? Are you alive? Alive این زنده است و dead این مرده است، یعنی تو زنده ای یا اینکه مرده. It's only Thursday. It's only Thursday. It's only Thursday. حالا تنها پنجشنبه است. You feel the shaking of the ground. You feel the shaking of the ground. You feel the shaking of the ground. تو لرزه زمین را حس میکنیم. Shaking این لرزه می شود و feel حس کردن است، یعنی you feel the shaking of the ground. You feel the shaking of the ground. تو لرزه زمین را حس میکنی. A billion candles are burnt around. A million candles burn around. A billion candles built around. میلیارد ها شمع فروزان است در گرد و اطراف تو. و ما داریم کلمه میلیون، این میلیون است و هست باز کلمه بیلیون با حرف بی، این میلیارد است. و در این صورت میگوید که a billion candles burned around. A million candles burn around. میلیارد ها شمع در گرد اطراف فروزانند. Is it your birthday? Is it your birthday? Is it your birthday? آیا این زادروزی تو است مگر این زادروزی تو است. در اینجا در نظر دارد وقتی که در میدان جنگ تانک ها میپرانند، بمب ها میپرانند و زمین میلرزد. وقتی که نگاه میکنید هر جا آتش گریان است، یگان چیز سوخته ایستاده است و این در نظر دارد که آنها را با شمع تشبیه میدهد، میگوید که شمع ها فروزانند. آیا این زادروزی تو است. Tomorrow never comes until it's too late. Tomorrow never comes until it's too late. و باز هم پگاه نمیشود تا زمانی که دیری بعد نشود. Also that shelter is your home. Oh, that shelter is your home. Also that shelter is your home. اگر این پناهگاه از این پس خانه توست. Also ترجمه بشد همچون، اگرچه، حتی اگر، نوبسته از آنی که حتی، یعنی also. اگر این پناهگاه از این پس خانه توست. A living space you have outgrown. A living space you have outgrown. A living space you have outgrown. جای زندگی که تو داری تنگ شده است. گویا کلمه خوبی دیگر از این مصرع این کلمه outgrown است. outgrown ترجمه می شود همچون خرد شدن، میده شدن، یعنی که گویا برعکس کلان شدن، از یگان چیز گذشتن با سبب سن و سال. مثلا I am outgrown from this suit. I am outgrown from this suit. یعنی این کاستوم برای من میده شده است، خرد شده است. یعنی این در نظر دارد که من کلان شدم و این کاستوم برای من تنگ است دیگر. outgrown وقتی که شما کلان میشوید، لباس برای شما خرد میشود، یا اینکه اویله شما وسیع میشود و خانه برای شما خرد میشود. مثال دیگر My family has outgrown from our house. یعنی این خانه ما برای ما علاقه تنگ شده است، یعنی ما بسیاریم در این خانه نمی‌خوانیم. outgrown باز شما میتونید استفاده برای یگان عادت رو که شما در کودکی میکردید و این حال میگوید که این کارها دیگر برای من نمی‌زیبند، من پیر شدم. مثلا playing football. I'm outgrown of playing footballs. I'm now old. یعنی من پیر شدم برای فوتبال بازی. A living space you have outgrown. A living space you have outgrown. یک جای زندگی که تو دارید برای تو تنگ شده است. It's only Friday. It's only Friday. It's only Friday. حالا تنها روز جمعه است. As you come out of the light,
As you come out to the light, As you come out to the light. وقتی که تو با بیرون میبری، هر وقتی که تو بیرون میبری. Can your eyes behold the sight? and your eyes behold the sight. Can your eyes behold the sight? آیا چشمان تو میبینند انا همین منظره رو؟ Behold این سینونیم کلمه see است، دیدن است. Behold و sight این منظره است. مثلا شما میتونید بگید که what a beautiful sight، چگونه یک منظره زیبا. و در این صورت میگوید که can your eyes behold the sight? And your eyes behold the sight. آیا چشمان تو این منظره رو میبینند؟ میگه it must be doomsday. It must be doomsday. It must be doomsday. Doomsday ترجمه بشد همچون روز قیامت. دوم این قیامت است و doomsday روز قیامت است. Tomorrow never comes until it's too late. Tomorrow never comes until it's too late. پگاه نمیاد تا زمانی که بسیاری بعد دیر نشود. Ain't it funny how men think? Ain't it funny how men think? Ain't it funny how men think? آیا این خنده‌آور نیست که مردم میگوید آدمیزاد چی فکر میکنند، چگونه فکر میکنند؟ They made the bomb, they're extinct. They made the bomb, they are extinct. آنها خودشون بمب ساختند و خودشون ترکیدند، یا که یکدیگر را کافاندند. They made the bomb، آنها ساختند بمب را. And they are extinct، و آنها خودشون مردند. یعنی extinct در اینجا این خاموش شدن است، مردن است، از بین رفتن است. extinct و این صورت میگوید که آنها خودشون بمب را ساختند و خودشون مردند، یعنی یکدیگر را کشتند. It's only Saturday. It's only Saturday. این تنها یک شنبه است. میگه این تنها یک شنبه است. و نقرات آخرون I think tomorrow's come. I think it's too late. I think tomorrow's come. I think it's too late. من فکر میکنم که tomorrow تو است پگاه میآید. I think it's too late. من فکر میکنم الکی خیلی دیر شده است. I think tomorrow's come and I think it's too late. و چهار بارین گیم قسم رو بسی با صورت 6 days war. و اگر این دو درس برای شما مخول شد و پسند اومد، پس حتما لایک را فراموش نکنید و این درس رو شیر کنید برای دوستان خود. و درس دیگر ما با شما 100 فعلی از همه ضروری زبان انگلیسی را می‌آموزیم و تا اون درس شما این 100 اسم از همه ضروری زبان انگلیسی را پس خود کنید و اگر شما می‌خواهید باز با یک صورت دیگر زبان انگلیسی آموزید، پس